کشف آتش چی اهمیت داشت؟ حیات انسان را حالا به آتش تصور کردن امکان ندارد. شاید آدمان قدیم به حرارت بیرون عادت کرده در غارها زندگی خود را به روشنی آفتاب مطابق نموده بودند. کشف آتش حیات آدمان قدیم را خیلی تغییر داد. با یاری آتش آنها منزل زیستشان را روشن می‌کردند. خود را از خنکی محافظت می‌نمودند. خوراک تیار می‌کردند. دیرتر به شرافت آتش آنها متال‌ها را آب کرده هر گونه آلات یعنی سلاح می‌ساختند. غیر از این در عیدهای مراسمی آتش باعث مستحکم شدن مناسبت‌های میان قبیله‌های گوناگون می‌شد. امروز تنها ساکنان جزیره‌های اندمان واقع در بنگال هندوستان طرز آتش گیراندن را نمی‌دانند. آنها آتش را نگاه می‌دارند. نگاه داشتن آتش در تمدن‌های گوناگون غیر از استفاده بری باز یک نوع خرافات پرستی نیز محسوب می‌شد. در روم انتیکی به کاهن‌ها که وستالکا نیز نامیده می‌شدند دائما نگاه و فروزان داشتن آتش را در عبادتخانه وست‌ها خدای خاندان سپارش می‌دادند. ما از کجا قوه حیات بخش رو میگیریم که جسم ما را به حرکت می‌درآورد؟ قوه حیات بخش را که برای تامین حیات ضرور است، ما هنگام استعمال غذا میگیریم. جسم ما انرژی را ذخیره کرده آن را به انرژی تبدیل می‌دهد و برای نفس کشی، گردش خون و حرکت استفاده می‌برد. وقتی ما نفس می‌گیریم، ششمون از هوا اکسیژن را قبول می‌کند و ذره‌های خونی رگ‌ها از آن استفاده می‌کنند. خون غیر از اکسیژن محلول‌های غذایی را نیز می‌برد که در نتیجه هضم خوراک غذا حاصل می‌شود. هم اکسیژن و هم مواد غذایی به واسطه گردش خون به تمامی عضوهای بدن تقسیم می‌شوند. گردش خون را در ارگانیسم دل به واسطه رگ‌های خونگذر تامین می‌کند. در موشک‌های بدن باشد اکسیژن برای سوزاندن مواد غذایی و از آنها حاصل کردن انرژی ضرور است.